أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما در سوره الانفال رسیدیم. الانفال به معنای غنیمت ها هست که وقتی مسلمان ها جهاد میکنن باز بر از اینا غنیمت ها میرسه. این غنیمت ها از خود احکام خاص داره. ما و شما قبلا گفتیم وقتی ما و شما یک سوره از قرآن شروع میکنیم اول باید امو موضوع اساسی و محور اساسی این سوره را بفهمیم که این سوره درباره کدام موضوع اساسیش چی هست و در کدام محور این میچرخه. وقتی ما موضوع اساسی و محورش پیدا کردیم باز وقتی تفسیر از این میخوانیم بازی در مغز ما بسیار خوب میشینه و میفهمیم که اصل گپ سر از این مسئله هست. موضوع و یا محور اساسی سوره انفال قوانین است که نصرت و کامیابی مسلمان ها را بیان میکنند. یعنی الله متعال در این سوره بیان میکنه که انسان چی قوانین معنوی، چی صفات معنوی و چی صفات مادی داشته باشه تا که این در نظام اسلامی و در تطبیق خلافت اسلامی ای کامیاب و موفق باشه. خب ما و شما اول رابطه از این سوره را با سوره های دیگه میخوانیم که این سوره با سوره های دیگه چی رابطه داره. سوره بقره ما و شما بخش های یا مثال های چارگانه خلافت اسلامی را، خلافت آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، داود علیه السلام و بنی اسرائیل در سوره بقره فهمیدیم و در نصف دوم سوره بقره منهج تشریعی خلافت اسلامی را هم فهمیدیم. در سوره آل عمران ثابت قدمی بود که انسان مؤمن وقت راه خود فهمید که باید این قسم نظام الله و این شکل می باشه، اینال مشکلات خارجی و داخلی بر انسان میآید، پس انسان مؤمن در تطبیق نظام الله باید ثابت قدم باشه و هیچ وقت از راه خود منحرف نشه. در سوره نساء بیان شد که اگر شما نظام الله را در زمین الله تطبیق میکنین این باید با دو اصل تطبیق شود. در صورت که دو چیز نباشه نظام الله در زمین الله تطبیق نمیشه. یکی عدالت است و یکی رحمت است. باید عدالت الهی در زمین الله تطبیق شود و بالای رعیت باید مهربان باشیم. در سوره مائده وفا به تعهدات بود که شما وقتی میتونید نظام الله را در زمین الله تطبیق بکنید که شما به تعهداتی که با الله کردین با این وفادار باشین. وقتی کلمه خواندی تعهد کردی با الله، پس باید به تعهدات یک وفادار باشی. چی با الله هست، چی با پیغمبرها هست و چی با سایر خلق الله هست. پنجمین نقطه در سوره انعام بود که اهمیت توحید در تطبیق نظام اسلامی بیان کرد که نظام اسلام وقت تطبیق میشه که کسایی که کادرهای از این نظام هستن موحدین باشن، عقیده توحیدی 100% داشته باشن. اگر در شرک و بدعت و این مسائل مبتلا باشه ولو که هر قدر زحمت بکشه نتیجه به دستش نمیاد، بالاخره این ناکام میشه. در سوره اعراف تفصیل تطبیق خلافت آدم و دیگر پیغمبرها با مبارزاتی که میان حق و باطل بود این بیان شده. حالا در سوره انفال رسیدیم. در اینجا چی هست؟ قوانین نصرت و کامیابی. چه قسم کامیاب میشه مسلمان ها؟ با جهاد فی سبیل الله.
بیان نصرت بر دشمنا با چی میشه؟ با ثابت قدمی، با اطاعت از الله و رسولش، با عدم تنازع، با صبر، با ترک ریا، با توکل به الله. اینا کلش در سوره انفال بیان میشه. سوره انفال یک سوره مدنی هست. بعضی علمایی را میگن که سوره انفال یا سوره جهاد هست. این یک نامش سوره جهاد است. چرا؟ احکام جهاد یا نظام جهادی اسلام تشریح و توضیح میکنه و به می شکل این سوره مثل دیگر سوره های مدنی که نظام های اسلام بیان میکنه، این هم نظام های اسلام بیان میکنه. و بعضی علما میگن که این سوره بدر است، چون در این غزوه بدر و مسائلی که در غزوه بدر بیان شده هست در این سوره بیان میشن. در اینجا اسباب نصرت مسلمان ها در جهاد بیان میشن، همین قسم غنیمت، اسیرای جنگی، احکام قتال و غیره، این کلش که مربوط نظام جهادی اسلامی باشه اینجا بیان میشن. اسباب و قوانین نصرت و کامیابی در دو قانون اساسی خلاصه میشه. اسباب کامیابی مسلمان، یک مسلمان چه قسم میتونه کامیاب شوه؟ دو قانون داره. یکیش است که این پیروزی و کامیابی از این مسلمان در صورت میشه که انسان مؤمن بفهمه که نصرت و کامیابی و پیروزی همه از جانب الله هست. پس انسان مؤمن باید کمک و نصرت، اگر میخواد کامیاب شود بدون نصرت الهی کامیاب شدن نمیتونه. از این خاطر باید انسان مؤمن ارتباط قوی با الله داشته باشه، ایمان قوی، یقین قوی، توحید قوی، توکل قوی، امید، خوف، رجا، دعا، استغاثه. این تمام از اینا سبب میشه که رابطه انسان با خالق متعال مستحکم میباشه و وقت رابطه انسان با خالقش مستحکم بود بازی نصرت الهی برازیمه. دوم قوانین مادی هست که یعنی انسان مسلمان چون در عالم اسباب زندگی میکنه، در عالم اسباب باید انسان آمادگی مادی هم داشته باشه، تربیت کادرهای نظامی و جنگی، تکتیک ها، امور استراتژیک، نقشه ها و خرایط ها، قوت های مختلف جنگی که الله متعال میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. پس این کلش یک جای میشه. این اسباب منجر به چی میشه؟ اسباب معنوی و اسباب مادی، رابطه با الله و رابطه با امکاناتی که هست، کل از اینا یک جای شده به نتیجه مثبت میرسنه که اون نصرت و پیروزی است در نظام اسلام و پیروزی و کامیابی بالای دشمنا هست. در مقدمه سوره، آغاز سوره با سوال در مورد تقسیم غنایم بیان میشه که یسألونک عن الانفال، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم از تو در مورد غنایم پرسان میکنن. قل برشان بگو الانفال لله و الرسول، این غنیمت ها بر الله و رسولش است. فاتقوا الله، از الله بترسین. و اصلحوا ذات بینکم، شما در بینتان اصلاحات بیارین. و اطیعوا الله و رسوله، از الله و رسولش اطاعت بکنین ان کنتم مؤمنین. این حال در آیت اول سوال شد، لکن جواب از این در آیت چلم گفته میشه. چرا؟ به خاطر ازی که اول اسباب نصرت و کامیابی و موقف مسلمانان این باید بیان شود و باز بعد از اینکه کلش بیان شد، بعد از انسان مسلمان و مؤمن میتونه که امو حق ازیره چی کنه؟ ادا بکنه. خب بحث اول ما و شما قوانین معنوی جهاد فی سبیل الله هست. اهل توحید طبعا مؤمنان هستند، اهل توحید طبعا مؤمنان هستند که فی سبیل الله جهاد میکنن. مؤمنان چی میکنن؟ فی سبیل الله یا جهاد میکنن. چرا؟ به خاطر از اینکه قوت دین، عزت دین، قوت و عزت مؤمنان. ببینید بحث اول کلش سر چی هست؟ سر قوانین معنوی جهاد فی سبیل الله. انسان مؤمن وقتی میخواد جهاد بکنه فی سبیل الله، ای چه وقت میتونه جهاد بکنه فی سبیل الله؟ وقت میتونه جهاد فی سبیل الله بکنه که ای رابطه قوی با خالق خود داشته باشه. عزت دین،
عزت مؤمن در جهاد است و مسلمان ها وقتی که دعوت میکنن اما جهاد نمیکنن، بازی نظام نداره. وقتی که نظام نداشت، این قدرت سیاسی نداره. وقتی قدرت سیاسی نداشت، این ضعیف است. وقتی که ضعیف بود، باز دشمنای الله حکم غیر الله را بالای از اینا تطبیق میکنه و باز اونجا مسلمان ها بسیار ضعیف و خوار می باشند. مسلمان ها بسیار خوار و ضعیف می باشند. از این خاطر مسلمان ها در مکه مکرمه ضعیف بودند، چرا نظام نداشتند. اونجا برشان حکم جهاد نامده بود. از این خاطر اینا مسلمان ها ضعیف بودند. دشمنای اسلام مسلمان ها را لطکوب میکردن، میزدن و حتی به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میکردن. ولی حالی که مسلمان ها به مکه به مدینه منوره آمده است، اینجا نظام دارن، قوت دارن، قدرت دارن، حالی باید جهاد بکنن تا که کمر خطرناکتری دشمنای اسلام چی کنن؟ کمر از اینا را بشکنانن. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن عبدالله بن مسعود، از عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میگه روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی عند البیت، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش بیت الله نماز میخوانند و ابو جهل و اصحاب له جلوس، و ابو جهل و اصحاب از این چی بودن؟ اما دوستای ابو جهل، رفیقای ابو جهل، میگه اینا نشسته بودن. اذا قال بعضهم لبعض، اذ قال بعضهم لبعض، رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوانند و در این طرف ابو جهل طاغوت خطرناک، کافر خطرناک با دیگه کافرها ششتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوانند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوانه، اینا باید حداقل ادب مراعات بکنن. نه یا چی میگن بعضی برای بعضی دیگه میگه که ایوکم یجیء بسلا جذور بنی فلان، کی میره امی شکمبه و امی روده ها و امی چیزهای جگر و چیزهای که اونجا مندازن بکشوتا را میکشتن، بازم و چیزهای اضافی از رو در اونجا منداختن. کی میره میره فیدعه علی ظهر محمد اذا سجد، وقتی بالای تخت پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم پرتن وقتی که سجده میکنه. میگه فبعث اشقى القوم، میگه شقی ترین قوم، میگه این خیستی که از جمله از اینا آمد سیل کرد، همه چیزها را آورد، می کثافت های از روده و جگر و چیزهای شطوره. فنظر حتی سجد النبی صلی الله علیه و سلم، میگه نظر کرد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده کرد. وضعه علی ظهره بین کتفیه، میگه در تختی پشتش بین شانه هایش میره انداخت. و انا انظر لا اغنی شیئا، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگه من میبینم همین حالتم ولی من هیچ چیز کردن نمیتونم. لو کان لی منعتا، اگر من میتونستم که منع کردم خب من میکردم، لکن هیچ چیزی از دست من نمیشد. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، خنده میکنن، یکی دیگه خدا تیله کرده میره نمیخنده و خوشحالی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم ساجد لا يرفع رأسه، سجده کرده و سر خدا بلند نمیکنه، یعنی از سرش فشار آمده سر خدا بلند کرده نمیکنه. حتی جاءت فاطمه، تا وقتی که میگه بی فاطمه زهرا آمد، فطرحت عن ظهره، میگه این چیزا را از شانه رسول الله صلی الله علیه و سلم دور انداخت. فرفع رسول الله صلی الله علیه و سلم رأسه، رسول الله صلی الله علیه و سلم سر خدا بلند کرد. ثم قال اللهم علیک بقریش، گفت یا الله تو دیگه قریش اینا را تو اینا را به هلاکت برسان. ثلاث مرات، 3 مرتبه. فشق علیهم، میگه بالای زنا بسیار سخت تمام شده. زاده علیهم، وقتی که بالای زنا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد. قال و كانوا يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه، اینا میفهمیدن که در اینجا دعا مستجاب است. ثم سمع، میگه باز رسول الله صلی الله علیه و سلم از است که بسیار وضعیتش خراب شده بود، میگه نامهای از اینا: اللهم علیک بابی جهل، یا الله ابو جهل، و علیک بعتبه ابن ربیعه، یا الله عتبه ابن ربیعه را هلاک بساز، و شیبه ابن ربیعه را، و ولید ابن عتبه را، و امیه ابن خلفه، و عقبه ابن ابی معیط. این بسیار خطرناک. و عد السابع، میگه ششمی را هم گفت. فنسیه الراوی، روایت کننده میگه من فراموشش کردم. قال فوالذی نفسی بیدی، می قسم از ذاتی که نفس ما در دست از او هست،
لقد رأيت الذين عد رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه من این کسانی که رسول صلی الله علیه و سلم در اینجا نام گرفته بود، میگه یارا، میگه من فی قلیب بدر، میگه در چاهای بدر که مردار شدگی های کافران انداخته بودن، میگه کل از یارا مدید من اونجا ابو جهل، عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ولید ابن ربیعه، امیه ابن خلفه و عقبه ابن ابی معیط. پس اینا هلاک شدن و از بین رفتن. این حال الله متعال میگه که مسلمان ها نصرتشان خب و عصر مکی بود، عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و آل مسلمان ها آمدن در مدینه منوره. آل مسلمان ها باید اسباب نصر بگیرن، نصرت بگیرن تا دشمنای الله را شکست بدن. چطور همین کسا در چاه بدر افتادن؟ خب مسلمان ها صفات داشتن. چی صفات داشتن؟ اول صفات اهل توحید بیان میکنه که اولی صفتشان صفای قلبی هست. انسان مؤمن صفای قلبی می داشته باشه. این صفای قلبی از کجا پیدا میشه؟ اول از ترس قلبی، دوم زیادت ایمان با تلاوت قرآن، سوم با توکل به الله. الله متعال میگه انما المؤمنون، یقینا مؤمنان الذين کسانی هستند اذا ذکر الله، وقتی که نام الله بر زنا گرفته میشه، وجلت قلوبهم، قلبهایشان در ترس میفته. شما در یک حالت هستین، یک کار میکنین، یک نفر براتون میگه اتق الله، از الله بترسی، کارو نکو. انسان مؤمن در ترس میفته و اگر در یک معصیت است، از اون معصیت خدا دور میسازه. این یکی از علامات صفای قلبی و ایمانداری هست. الله متعال میگه که اذا ذکر الله، یکی است که مثلا یک نفر خودش ذکر الله را میکنه، وقتی خود انسان ذکر الله را میکنه قلبش آرامش میگیره. اما وقتی که در یک معصیت یا گناه باشه، یک کسی برش نام الله را ذکر میکنه، این میترسه، پس فوراً این حرکت میکنه و از اون کار منفی که داره از اون منصرف میشه، از ترس الله، چون نام الله برای ذکر گرفته شده. یک کسی به خاطر نام الله از پیش یک چیز میخواه، یک وقت آذان میشه نام الله یاد میشه. این حال در این صورت مؤمن واقعی قلبی داره که با شنیدن نام الله قلبش در ترس میفته. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی که آیات الله، آیات قرآن برش تلاوت میشه، وقتی که بعد از درس ختم میشه، چی احساس میکنه؟ احساس میکنه که زادتهم ایمانه، که ایمانش زیاد شدن. خودش باز میگه که والله امروز درسی که نخواندم بسیار مزدار، بسیار مزدار بود و بسیار سر من تاثیر کرد و بسیار عقیده مرا جور کرد و ماشاءالله من در درس اینقدر استفاده کردم از آیات قرآن. وقتی که آیات قرآن تلاوت میشه و معنای زیر میفهمه، ایمان زیر زیاد میکنه. و سوم صفتش است و علی ربهم یتوکلون، این عبادت قلبی است که توکل هست، و الله توکل میکنه. دوم انجام دادن عبادات بدنی هست، بدنی و مالی. الذين یقیمون الصلاة، این صفت مؤمنه هست که عبادات بدنی رو میکنن، اقامه نماز میکنن، و مما رزقناهم ينفقون، عبادت مالی میکنن، مالی که برشان داده شده او در راه مثبتی که الله برشان گفته نفقه میکنن. اولئک، کسی که امی صفت ها را داشته باشه، هم ایشان هستن المؤمنون، مؤمنای حقا حقیقی، لهم درجات عند ربهم، برشان درجات پیش ربشان، و مغفرت است و رزق بسیار کریم هست. باقی ماندی از انشاءالله ما و شما در روز بعدی میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.